من به شخص هیچ وقت با داستان‌های طولانی مشکل نداشتم. یعنی وقتی وان پیس رو فهمیدم بالای 1000 قسمته، راحت گفتم اوکی من میرم این رو میبینم. با خودم میگم در نهایت چقدر میخواد طول بکشه؟ 10 سال، 50 سال، چقدر قرار طول بکشه؟ هر چقدر که قرار طول بکشه بالاخره یه روزی تموم میشه دیگه. پس من از این بابت آنچنان هیچ وقت مشکلی نداشتم. اما مشکل اصلی من وقتی با یک داستان بلند شروع میشه که نتونه از اون بلندی خودش به درستی استفاده کنه. نمیخوام بگم وان پیس یک شاهکار تمام عیاره، بله به یقین وان پیس در کارهایی که خودش داره انجام میده یک سری ایراداتی داره، اما مسلماً در کارهایی که داره درست انجام میده هم واقعا حرکات و تکنیک های وان پیس رو تریلی نمیکشه. امروز میخوایم راجع به یکی از مهمترین بخش‌ها و آرک‌های داستانی وان پیس صحبت کنیم. اتفاق بزرگی که در آرک واتر 7 وان پیس رخ میده و بخش بزرگی از این آرک رو داره در بر میگیره. اگر روی اسپویل حساس هستید الان از ویدیو بیاید بیرون، اما اگر نیستید ببینید، چون خود من زیاد روی اسپویل هیچ وقت حساس نبودم و کشته مرده اسپویل کردن و اسپویل شدن هستم. اگر دوست، آشنا یا رفیق وان پیس بین دارید برید ازش یکم سوال کنید، باهاش حرف بزنید تا به یه سری نتایج جدید راجع به وان پیس برسید. مثلا خیلی تصادفی برید بپرسید که آرک مورد علاقه شما چیه. اصولاً باید 2 تا آرک حتما بین آرک های مورد علاقش باشه. یکی مارینفورد، یکی واتر 7. مارینفورد که مشخصه یک داستان عظیم با جنگی عظیم با شخصیت های عظیم و غیره است، و واتر 7 که شاید بتونیم بگیم احساسی ترین اتفاقات وان پیس در این آرک افتاد. اما مسئله‌ای که من به خاطرش ویدیوی امروز رو آغاز کردم این بود که بیام و راجع به نبرد لوفی و اوسوپ صحبت کنم. 2 شخصیت که نه از نظر ذهنی، نه از نظر قدرت، نه از نظر اخلاق و نه از نظر هیچ چیز به هم شبیه نیستن و با هم کنار شاید نیان. در یک نبرد منظورمه و حالا دارن روبروی همدیگه قرار میگیرن. شخصیت هایی که حتی شاید مخاطبین فکرش رو هم نمی‌کردن اینو بخوان با هم بجنگن، اون هم به این جدیت. و در واقع همینی که الان عرض کردم داره باعث میشه یکی از مهمترین اتفاقات وان پیس در طول داستان بیفته. شخصیتی مهم به نام اوسوپ. در واقع تا مدت‌ها در داستان وان پیس، تا قبل از تایم اسکیپ و حتی بعد از تایم اسکیپ، شخصیتی که داشت داستان رو برای ما شیرین میکرد، به اصطلاح طنز داستان رو فراهم میکرد، اوسوپ بود. اوسوپ شخصیتیه که واقعاً بی‌نظیره، از نظر طنز بگیر، از نظر احساسی بگیر، و در ادامه به این هم میپردازیم. من قبلا هم گفتم که اودا از این جهت حتماً و قطعاً یک نابغه است که برای احساساتی کردن مخاطب نیاز نداره گولش بزنه، میتونه با قدرت قلمش به راحتی این کار رو انجام بده. ما شخصیتی داریم به نام بونچان. بونچان عملاً یک قیافه نچندان زیبایی داره. یک شخصیت ترنس داره که در عموم جوامع این فرد طرد شده محسوب میشه. اما ایچیرودا عملاً میاد کاری میکنه که شما برای این شخصیت گریه کنی. این قضیه حتی راجع به باقی شخصیت‌های وان پیس هم صدق میکنه. اینکه شخصیت‌های وان پیس به عقیده برخی واقعا خوشگل نیستن و زشتن دلیل داره پشتش. و اوسوپ یک شخصیت به شدت مهم، یک شخصیت به شدت بامزه، یک شخصیت به شدت مهم که حالا تصمیم گرفته که از عقیده خودش به بهترین نحو دفاع کنه. در آرک واتر 7 با اینکه عموم شخصیت‌های داستان متوجه شدن که کشتیشون داره نابود میشه، با اینکه از این قضیه به شدت ناراحت بودن، اما دیگه داشتن میپذیرفتن که آقا ما نیاز به یک کشتی جدید داریم. اما کسی که این رو نمیپذیرفت اوسوپ بود. اینجا اوسوپ تصمیم میگیره که با تمام وجود روی حرفش بیسته و از حرف و عقیده خودش دفاع کنه. و این کاری بود که لوفی برای تمام عمرش داشت انجام میداد. این اولا به ما نشون میده که شخصیت اوسوپ برای مدت‌ها واقعا میتونه سرش به کار خودش باشه. واقعا توانایی این رو داره که از همه حساب ببره. واقعا توانایی این رو داره که قلدر نباشه، بچه خوبی باشه و در عین اینکه بعضی وقتا دروغگوی قهاریه اما باز انسان خوبی باشه. اما به عوض حاضر تمام این خوبی ها رو کنار بذاره، حاضر از تمام این چیزهایی که داشته انجام میداده، تمام فلسفه زندگیش حتی بگذره برای یک ارزش جدید. ارزشی که خودش ساخته و کشتی که خودش ساخته و اون کشتی حالا یک کشتی زنده است، روح داره. و این یه جورایی یکی از تکنیک‌های مهم شخصیت پردازیه. اینکه شما بیا یک سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی و حتی غیر قابل باور رو رقم بزنی
تا ببینی که شخصیت ها در اون موقعیت ها چی کار میکنن. و اودا همین کار رو انجام داده. با خودش فکر کرده که یک شخصیت مثل اوسوپ دقیقاً چه کارهایی انجام میده وقتی در چنین موقعیتی قرار بگیره. آیا چنین شخصیتی گریه میکنه؟ ممکنه گریه کنه. آیا فرار میکنه؟ ممکنه فرار کنه. آیا مبارزه میکنه؟ قطعاً مبارزه میکنه. اما اودا برای اوسوپ یک شخصیت قدرتمند، جدی و اینجوری و اونجوری نساخت. شخصیتی نبود که حتی بخواد خیلی جدی بیاد به میدون جنگ. بنابراین نیازه که در شخصیتی مثل اوسوپ ما هم فرار کردن رو ببینیم، هم گریه کردن رو ببینیم و از همه مهمتر مبارزه کردن برای حرفش رو ببینیم. تکنیک دیگه‌ای که اجرا شد همینی بود که عرض کردم. این بود که حتی ما نمیدونستیم چه شخصیتی قراره در مقابل لوفی قرار بگیره. یعنی خداوکیلی در اون آرک اگر زورو مقابل لوفی قرار میگرفت یک مسئله باورپذیرتری داشتیم ما. اما همونطور که عرض کردم اوسوپ در مقابل لوفی قرار گرفت چون نه توانایی مبارزه باهاش رو داشت، نه از نظر احساسی بهش نزدیک بود، نه از نظر اخلاقی و از نظر هیچی. همین که تمام ما میدونستیم مبارزه اوسوپ و لوفی به هیچ جا نمیرسه و اوسوپ عملاً هیچ شانسی در مقابل لوفی نداره، بار احساسی داستان رو میبره بالا. خیلی فکر میکنن نتیجه مسابقه نباید معلوم باشه، نتیجه یک مبارزه نباید معلوم بشه تا داستان جذاب بشه، در حالی که در چنین موقعیتی اصلا بهتره که مخاطب بدونه نتیجه این مبارزه چیه تا داستان براش جذاب تر بشه. اینجا قشنگ مشخصه که اوسوپ قراره ببازه، هیچ شانسی در مقابل لوفی نداره. اول ویدیو اشاره‌ای به داستان‌های بلند کردیم، اما این چه ربطی به داستان‌های بلند داشتیم تکنیکی که اجرا شد؟ ببینید وقتی ما یک داستان بلند داشته باشیم عملاً یک خط بلند داریم و وقت بلندی داریم برای شخصیت پردازی های بیشتر. در یک داستان کوتاه 10 صفحه‌ای ما وقت زیادی برای شخصیت پردازی نداریم، حتی وقت زیادی برای روایت داستان هم نداریم. اما اگر این 10 صفحه بشه 100 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه، 400 500 صفحه، وقت بیشتری داریم. وقتی بشه 1000 چپتر مانگا و 1000 قسمت انیمه، مسلماً این وقت بلندتر هم میشه. بسیار ممنونم که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندید میتونید با لایک، کامنت، سابسکرایب باعث پیشرفت این کانال بشید. اگر به این محتوا علاقه‌مندید میتونید بیاید کانال تلگراممون، اونجا خیلی بیش از این راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد. از الان هم مژدگونی بدم که داستان کوتاه خودم احتمال زیاد قراره به زودی منتشر بشه، پس یه جورایی میتونم بگم منتظر باشید، اما خیلی خودتون رو آزار ندید، چیز خاصی هم نیست. در نهایت مثل همیشه مواظب خودتون و منتظر ویدیوهای آینده تیره‌نما هم باشید.